تاریخ پر از راز و رمزها و معماهای حل نشده است و مفقود شدگان مرموز اون همواره ذهنها رو به خود مشغول کردند. در این ویدیو دانستنی ها قصد داریم اشاره به برخی پرونده های ناگشوده مفقود شدگانی کنیم که به طرز مرموزی ناپدید شدن و اثری از آنها نیست. از جستجوی افراد مشهور و هواپیماها و کشتی‌هایی که به طرز عجیبی ناپدید شد تا گمشدگان در جنگ جهانی که هر کدوم داستانی تلخ و ناگفته‌ای دارند. این مفقود شدگان نه تنها سوالاتی بی پاسخ به جا گذاشتن، بلکه باعث شکل‌گیری افسانه‌ها و نظریه‌های توطئه‌ای شدن که هنوز هم در دنیای امروز ادامه داره. آیا اونها در دنیای دیگه‌ای هستن یا تنها جزو فراموش شدگان تاریخ محسوب میشن؟ در تاریخ داستان‌های مفقود شدن‌های مرموز زیادی وجود داره که هر کدام ترس توأم با جذابیت خاصی دارن. در اینجا به چند مورد از اونها میپردازیم. اولین حادثه مربوط به دکتر جیمز گراو، یک پزشک و کوهنورد با تجربه امریکایی که در سال 1912 در کوههای راکی ناپدید شد و این حادثه رو به یکی از معماهای تاریخ تبدیل کرد. جیمز به طبیعت و کوهنوردی علاقه زیادی داشت و معمولاً به تنهایی به سفرهای کوهستانی میرفت. این بار در تابستان 1912 وقتی به یکی از اون سفرهای انفرادی به کوههای راکی رفت، خانواده و دوستانش پس از مدتی متوجه شدن که زمان برگشتش طولانی شده و اون هنوز به خانه برنگشته. پس از اعلام ناپدید شدنش به مقامات محلی، گروه‌هایی از کوهنوردان، محلی‌ها و مقامات جستجوهای گسترده‌ای رو در مناطق کوهستانی، دره‌ها و جنگل‌های اطراف کوههای راکی آغاز کردند. این جستجوها به مدت چند هفته ادامه داشت، اما هیچ نشانه‌ای از او یا تجهیزاتش پیدا نشد. برخی بر این باورن که جیمز در حین کوهنوردی به دلیل سقوط در یک دره یا شکاف ناپدید شده باشه. برخی دیگه هم معتقدن که اون ممکنه در طبیعت گم شده و به دلیل شرایط جوی یا عدم دسترسی به آب و غذا جان باخته. نظریه هایی هم وجود داره که به حوادث غیر مترقبه یا حمله حیوانات وحشی اشاره داره، ولی همچنان داستان مفقود شدنش در حاله‌ای از ابهام باقی مونده. مفقود شدن آمیلیا ارهارت که یکی از مشهورترین خلبانان تاریخ و نماد پیشرفت زنان در عرصه هوانوردی بود، یکی دیگه از این نوع حوادث مرموزه. امیلیا در سال 1897 در ایالت کانزاس به دنیا اومد و در سال 1928 به عنوان اولین زن از اقیانوس اطلس عبور کرد و به سرعت به یک چهره معروف در هوانوردی تبدیل شد. امیلیا در تاریخ 2 ژوئیه 1937 به همراه فرد نونان در تلاش برای پرواز به دور دنیا از گینه نو به مقصد هاوایی پرواز کردند. اما بعد از مدتی ارتباطشون با کنترل ترافیک هوایی قطع شد، ولی اونها هرگز به مقصد نرسیدن. اگرچه نیروی دریایی ایالات متحده از 60 هواپیما و 80 کشتی جنگی به مدت 2 هفته برای جستجوی اونها استفاده کرد، ولی اثری از اونها پیدا نشد. در نهایت هم در تاریخ 18 ژوئیه سال 1937 به دلیل عدم موفقیت‌ها جستجوها هم متوقف شد. بسیاری معتقدند که هواپیمای اونها در اقیانوس اطلس سقوط کرده. برخی دیگه هم بر این باورن که اونها به جزیره دورافتاده نیکوما رفته و با تغییر هویت در اونجا زندگی میکنن. چون شواهدی از قبیل قطعاتی از هواپیما در این جزیره پیدا شده، هرچند که هنوز این شواهد تایید نشدن. نظریه دیگه‌ای هم وجود داره که ارهارت و نونان ممکنه توسط نیروهای ژاپنی اسیر شده باشند. یکی از مشهورترین معماهای تاریخ دریانوردی مفقود شدن کشتی مری سیلست در سال 1861 هست.
مری سلست یک کشتی باری بود که از نیویورک به سمت ژنو حرکت کرد ولی به طور ناگهانی ناپدید شد و تا مدت‌ها هیچ نشانه از اون پیدا نشد. ولی بعد از مدتی کشتی بدون 10 سرنشینش و بدون هیچ نوع نشانه از نبرد یا حادثه در نزدیکی جزیره‌ای در اقیانوس اطلس کشف شد. همچنان هیچ مدرکی هم از اینکه چه بر سر سرنشینانش اومده یافت نشده. البته برخی معتقدند که کشتی و سرنشینانش ممکنه دچار حوادثی مثل طوفان، بیماری، شورش و حتی ملاقات با موجودات فرازمینی شده باشند، ولی هیچ کدوم از اونها تا به حال تایید نشده. البته فکر نکنید که این نوع حوادث و گزارشات مربوط به سالهای دوره، چون نمونه بعدی که میخوام براتون بگم مربوط به همین دهه‌های اخیره که همزمان با لایک کردن ویدیو توسط شما عزیزان براتون توضیح میدم که از چه حادثه‌ای دارم صحبت میکنم. ممکنه خیلی از شما اون رو به یاد بیارید. منظورم پرواز بین‌المللی MH370 مالزی که در تاریخ 8 مارس 2014 از کوالالامپور به مقصد پکن پرواز کرد. این پرواز با 239 نفر خدمه و مسافر در ساعت 12:41 به وقت محلی فرودگاه کوالالامپور رو ترک میکنه و قرار بود که ساعت 6:30 صبح در فرودگاه پکن فرود بیاد که ناگهان ارتباطش با کنترل ترافیک هوایی قطع میشه و از رادار ناپدید میشه. با وجود تلاش‌های اولیه برای تماس، هواپیما به طور ناگهانی تغییر مسیر میده و به سمت اقیانوس هند پرواز میکنه. جستجو برای یافتن بقایای هواپیما که یکی از بزرگترین عملیات‌های جستجوی تاریخ هوانوردی محسوب میشه آغاز شد، اما تا به امروز تنها قطعاتی از هواپیما در سواحل آفریقا و اقیانوس هند یافت شده که به شناسایی مسیر احتمالی پرواز کمک کرده، اما هنوز به محل اصلی سقوط اشاره نکردن. نظریه‌های مختلفی درباره سرنوشت این پرواز وجود داره، از جمله مشکلات فنی، اقدام عمدی خلبان و حتی دزدی، اما هیچ کدوم از اونها هم باز به طور قطعی تایید نشدن. خوبه بدونید که در جستجوی بقایای هواپیمای پرواز MH370 چندین کشور و سازمان‌های بین‌المللی مشارکت داشتند، مثل کشور مالزی به عنوان کشور مبدأ پرواز که نقش اصلی رو در هماهنگی جستجوها و تحقیقات ایفا کرده. کشور استرالیا هم به عنوان کشوری که مسئول جستجوها در اقیانوس هند هست در این تیم حضور داشته. با توجه به تعداد بالای مسافر چینی در پرواز MH370 کشور چین هم در این امر مشارکت شایانی داشته. همچنین ایالات متحده و نیوزیلند نیز در تحلیل داده‌ها برای جستجو کمک کردند. اگرچه که تلاش‌ها تاکنون بی نتیجه مونده، ولی افشای راز هر کدوم از این حوادث میتونه کلیدی برای درک بهتر تاریخ باشه. امیدوارم از مطالب این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. اگه مایلید اونو برای دوستانتون هم بفرستید. مثل همیشه سابسکرایب کانال یادتون نره.